بود. روزی میگد حضرت عمر نزد پیغمبر خدا آمد و شکایت کرد: یا رسول الله، حضرت علی بایستا که پیش از من بر من سلام دهد، وای بر من سلام نمی دهد، می ایستد تا من بر وی سلام ندهم، وای بر من سلام نمی دهد. پیغمبر خدا: علی در 30 سال از من خورد است. گفت رسول اکرم میگد علی را فریاد کردن: علی، چرا تو با عمر در اول سلام نمیدهی؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، دوست داشتم که برای عمر نصیب بگردد، دوست داشتم که همین افعال، همین فعل عمر بر من انجام دهد تا که اون قصرهای بهشتی را عمر صاحب شود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علیه. تمام محدث در این حدیث اتفاقا. Likey